قضیه برمیگرده به 25 سال پیش، از اونجایی که به جن و موجودات ما برای علاقه داشتم و همیشه پای داستانهای ترسناک می نشستم. یک روز یکی از دوستانم که مشتری من هم بود اومد تعمیرگاه و از چند نفر شنیده بودم که ایشون و خانوادهشون با جنها در ارتباطن. از یه رفیقم شنیدم که واسه قبول شدن درس و دانشگاه بچه هاشون اجنه می اومدن و زیر گوش بچه هاشون جوابا رو می گفتن و وضع مالیشون هم خوب شده. خلاصه همونطور که تو تعمیرگاه منتظر بود تا ماشینش درست شه، من سر صحبت رو باز کردم و گفتم چطوری میشه ارتباط گرفت با اونا. گفت اصلا دلشو داری؟ شاید پولدارت کنن، فقیرت کنن، با جونت بازی کنن، دیوونت کنن و ولی من پیگیرتر از این حرفا بودم. گفتم واسه امتحان یکی از اونا رو بفرست. دوباره به هم گوش زد کرد، گفت نمیتونی. گفتم حالا یه کاریش میکنم. قرار بر این شد که شب همون روز با اون اجنه هایی که رفیق بود یکیشونو بفرسته خونه من. شب سرد زمستونی بود، ترس وجودم رو گرفته بود. خونمون قدیمی ساخته، 2 اتاق جدا، یک حال بزرگ و کنارش اتاق خواب کوچیک جدا از هم داشت. خانوادم تو حال خوابیده بودن. ساعت تقریبا 11 شب بود. یکی در خونمون رو زد. یه زنگ کوچیک خورد. به خانمم گفتم شما بخوابید، من دم در کار دارم، برمیگردم. رفیقم گفته بود که در رو باز کن و اون اجنه وارد میشه. خودش میره تو اتاقی که کسی توش نیست و تو پشت سرش برو تو همون اتاق، باهاش صحبت کن و درخواست تو بهش بده. منم از اون زمان جوانتر بودم و سر نترسی داشتم. در رو باز کردم، کسی رو ندیدم. در رو بستم. بعد چند دقیقه دوباره زنگ خورد و دوباره در رو باز کردم. صدای نفسی شنیدم و انگار یکی از کنارم رد شد. موی تنم سیخ شده بود. یکم تو حیاط منتظر موندم و یک نفس عمیق کشیدم. رفتم توی اتاق کوچیکه. در اتاق باز گذاشتم، نشستم. چند دقیقه خبری نبود. بوی خیلی بدی حس کردم که یهو در اتاق محکم بسته شد. قلبم افتاد تو دهنم، ولی به روی خودم نیاوردم. بوی بد بیشتر و بیشتر شد. داشتم خفه می شدم. گفتم خودتو نشون بده. دوباره 3 بار تکرار کردم. چیزی ندیدم. یه دست سرد یخ پشت گردنمو گرفت. ترسیدم، گردنمو کشیدم. از دستش در رفتم سمت در. پشتم به در بود و این بار خودشو بهم نشون داد. تو 1 دقیقه 10 تا شکل عوض کرده بود. پیرزن، دختر، بچه، زن، بچه، حیوان و موجودات دیگه. از چیزی که فکر میکردم خیلی ترسناک‌تر بود. وجودش تو اتاق بدنمو قفل کرده بود. زبونم به حرف زدن نمیچرخید. حتی چیزی که مثل پول و سکه رو ازش میخواستم و فراموش کرده بودم. حاضر بودم تو قفس یه سگ وحشی باشم، ولی تو اون موقعیت نباشم. اجنه یه ترس بدی به جونت میندازه که اصلا تجربهش نداشتم. اونم که با این صحنه ها روبرو شدن میفهمن چی میگم. فقط یادم میاد که شکلش تبدیل به سایه شده بود و دور اتاق، سقف، دیوار، زمین میچرخید و صدای جیغ بچه و حیوان در می آورد. رفیقم گفته بود که به هیچ وجه تا صبح نشده در اتاقو باز نکنم، شاید خانواده رو اذیت کنن. همونطور که پشت در وایساده بودم پاهم سوز شد و از هوش رفتم. صبح خیلی زود به هوش اومدم و اولین کاری کردم به خانوادم سر زدم. خدا رو شکر همه خوب بودن. رفتم دنبال رفیقم و گفتم من نمیتونم باشون ارتباط بگیرم، بگو دیگه نیان. گفت دیدی گفتم نمیتونی، حالا همینطوری که نمیشه. گفتم یه کاریش کن، من دلشو ندارم، نمیتونم. قرار بر این شد که شبش دوباره بیاد و در بزنه، من در رو باز نکنم و درخواست دوستیش رو قبول نکنم و اونم دیگه با هم کاری نداره. این بار اومد دوباره ساعت 11 شب بود. در ورودی حیاط رو نزد، بلکه در اتاق خالی رو زد 4 یا 5 بار و دیگه خبری نشد. برای دیدن ویدیوهای بیشتر کانال ما رو سابسکرایب کنید.